سلام و درود به همه دوستداران گیم. امروز میخوایم به یکی از خاص‌ترین و تاثیرگذارترین سری بازی‌های ترسناک تاریخ بپردازیم. مجموعه بازی‌هایی که با فضای تاریک، داستان‌های پیچیده و ترس روانشناختی جایگاه ویژه‌ای در دل گیمرها پیدا کردن. بله درست حدس زدین. امروز درباره سایلنت هیل صحبت می‌کنیم. In my restless dreams, I see that tomb. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. سایلنت هیل یک سری بازی ویدیویی در سبک ترس و وخاست که اولین نسخه اون در سال 1999 توسط شرکت ژاپنی کنامی منتشر شد. این بازی‌ها بیشتر روی اتمسفر و ترس روانی مانور می‌دادن و خودشون رو از جامپ اسکرها و نمونه ترس‌های تکراری سایر بازی‌ها دور کردن. داستان بازی‌ها معمولاً در شهری خیالی به نام سایلنت هیل اتفاق می‌افتند. شهری مه‌آلود، متروکه و پر از رازها، کابوس‌ها و موجوداتی عجیب و غریب. این شهرها با توجه به گذشته شخصیت اصلی بازی ساخته میشه و گوشه و کنار اون از نمادها و نشانه‌های پر شده که به داستان و فضای بازی عمق میبخشن. اولین بازی سایلنت هیل توسط تیمی به نام تیم سایلنت در کنامی ساخته شد. این تیم متشکل از توسعه دهنده‌های جوان و خلاق بود. اونا می‌خواستن تجربه‌های متفاوتی از سایر ارائه دهنده‌های بازی‌های ترسناک داشته باشن. اونها از فیلم‌ها و کتاب‌های ترسناک کلاسیک الهام‌هایی گرفتن و با استفاده از فناوری اون زمان موفق شدن فضای تاریک و پرتنش خلق کنن. فضایی که بازیکن رو از همون ابتدا در خودش غوطه‌ور می‌کرد. موسیقی متن بازی توسط آکیرا یاماوکا ساخته شد. بدون اغراق این موسیقی متن یکی از پررنگ‌ترین نقاط قوت اصلی بازی بود. موسیقی‌های یاماوکا با ترکیب صداهای محیطی، ملودی‌های آرام و گاهن ترسناک، حس تنهایی و اضطراب رو به بهترین شکل منتقل می‌کردن. پس از موفقیت نسخه اول، کنامی دنباله‌ها و اسپیناف‌هایی منتشر کرد که هر کدوم به نوعی دنیای سایلنت هیل رو گسترش دادن. کیفیت این نسخه‌ها و میزان استقبال از اونها متفاوت بود. برخی مانند سایلنت هیل 2 و سایلنت هیل 3 بسیار موفق و تحسین شده بودند، در حالی که برخی دیگه به اون لول نرسیدن و ناکام باقی موندن. یکی از ویژگی‌های برجسته سایلنت هیل ترس روانشناختیه. برخلاف سایر بازی‌های ترسناک که بیشتر روی جامپ اسکرها و طراحی موجودات ترسناک تمرکز کرده بودند، سایلنت هیل بیشتر روی احساسات و ترس‌های درونی شخصیت‌ها مانور میداد. بازی‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که پلیرها نه تنها با دشمنان بلکه با کابوس‌ها و ترس‌های ذهنی خودشون هم روبرو می‌شدن. محیط‌های بازی بسیار دقیق و با اهمیت به جزئیات طراحی شده و نورپردازی کم و صداهای محیطی باعث می‌شد حس ناامنی و اضطراب به خوبی منتقل بشه. معماها و چالش‌های بازی نیز به گونه‌ای طراحی شده بودند که بازیکنان رو درگیر کنن و حس فضولی اونها رو قلقلک بدن. داستان‌های سایلنت هیل معمولاً حول محور شخصیت‌هایی میچرخن که به شهر سایلنت هیل سفر میکنن. این شهر به ظاهر متروکه و مه‌آلود مکانیه که با کابوس‌ها و رازهای بسیاری درآمیخته. شخصیت‌ها با گذشته‌های تاریک خود روبرو می‌شدن و باید با ترس و رازهای شهر مقابله می‌کردن. هر نسخه داستانی مستقل داشت، اما تم‌های مشترکی مانند گناه، رستگاری و روبرویی با ترس‌های در همه اونها دیده میشد. این موضوع باعث شد که بازی‌ها علاوه بر ترسناک بودن، از نظر داستانی نیز بسیار جذاب باشن. برای مثال در نسخه اول شما نقش هری میسن رو بازی می‌کنید که به دنبال دختر گم شده‌اش به سایلنت هیل سفر می‌کنه. در نسخه دوم داستان حول محور جیمز ساندرلند می‌گرده که نامه‌های مرموز اون رو به این شهر می‌کشونن. هر داستان با پیچیدگی‌های خاص خودش بازیکن رو به دنیایی از رمز و راز میبره. در نهایت متوجه میشیم که تمام شخصیت‌های بخت برگشته ما باید در سایلنت هیل با مکافات عملشون روبرو بشن و هر داستان با پیچیدگی‌های خاص خودش بازیکن رو به دنیایی پر از رمز و راز میبره. سایلنت هیل نه تنها در دنیای بازی‌های ویدیویی بلکه در فرهنگ عامه نیز تاثیرگذار بوده. فیلم سینمایی سایلنت هیل که در سال 2006 منتشر شد، هرچند نقدهای متفاوتی داشت، اما خوب جوهره و اتمسفر بازی رو به تصویر کشید. همین خصوصیات باعث شده که پس از سالها این سری بازی طرفداران بسیاری در سراسر جهان داشته باشه و هنوز بازی‌های جدید و ریمیک‌هایی از اون منتشر بشه. این سری یکی از پیشگامان ژانر
ترس حساب میشه و بسیاری از بازی‌ها از اون الهام گرفتن. حالا میرسیم به سوال اصلی که شاید سوال خود شما هم باشه. دلیل محبوبیت سایلنت هیل پس از این همه سال چیه؟ یکی از اصلی ترین دلایل محبوبیت سایلنت هیل عمق داستان و شخصیت پردازی اونه. بازی به جای تمرکز بر ترس‌های سطحی به بررسی روان شخصیت‌ها و ترس‌های درونی اونها میپردازه. این موضوع باعث میشه بازیکن با شخصیت‌ها همزادپنداری کنه و تجربه‌های عمیق‌تر و تاثیرگذارتری داشته باشه. همچنین طراحی هنری و موسیقی بازی‌ها به گونه‌ایه که حتی پس از سالها هنوز هم حس ترس و تنهایی رو به خوبی منتقل میکنه. این ترکیب از داستان، موسیقی و طراحی محیط سایلنت هیل رو به یک تجربه بی‌نظیر تبدیل کرده. در نهایت باید بگم سایلنت هیل بسیار فراتر از یک بازی ترسناک ساده است. این سری بازی داستان‌های عمیق، شخصیت‌های پیچیده و دنیای پر از رمز و راز رو به ما ارائه میدن که تا مدت‌ها در ذهنمون میمونن. اگر به دنبال تجربه‌های متفاوت و تاثیرگذار در ژانر ترس هستین، سایلنت هیل قطعاً یکی از بهترین پیشنهادها برای شماست. امیدوارم این ویدیو به شما کمک کرده باشه تا بیشتر با تاریخچه و دنیای سایلنت هیل آشنا بشین. اگر سوالی داشتین یا علاقه داشتین درباره نسخه‌های مختلف یا بازی‌های بیشتری بدونین، حتما در کامنت‌ها برام بنویسین. ممنون که همراه ما بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.